برادرای عزیزی من سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم صحت سلامت هستین. راستی چند مدت بود در جا بکوره گفتم یگان ماشین الان نمیگیرم تاکسی میبرم کم کم کار میکنم. تاکسی هم کار کنم المانیا همین از طرف هم خودم کوشش کردم که همین قرض ما سبک کنم انشالله که در شهری هستیم که تمام بیزنس در جا کردن میشه شغل داشت میکنیم و احمد برای اون نفرایی که از سهمی که چونک گذراندن ما را یاردم کردن الحمدلله تای این دویم بار از باری کدگی خب از 28,000 چند شدگی بود 28,500 شدگی بود الحمدلله بارداد تقسیم که هم جبرودیدار یک گروپ کدگیم و الحمدلله دودیتم نویسگیم هم و از همه اون نفرهایی که من قرضارم اکو ممکن بسیارتون تمشور کنین التماس با صبر باشین التماس کمی دیگه صبر کنین در فکرتان هستم کار کردستم انشالله یک فرق اینترنت مگزین اوی کدگیم ای طرف انشالله یک ماشین دیگه بگیرم جا برم کم کم تاکسی بزنم به امر الله پس وقت من نمیمونه انشالله رفتارش میکنم همه شما التماس میکنم استاد من تماشا میکنم با صبر باشین الله مهربان صبر کنید الله مهربان هم مشکلی شما مشکلی ما آسان کنه در دل زندگی خیلی گپا که گفتنش کنم در کی نه این هم خیلی ماشین میگیری همینه خیلی ماشین میگیری اینجا در از نیلگر سایو اون توریستار هم میکشی این سومه بعدشون نرمانه کار میکنی عیدست کن انشالله امیدم تنها پروردگار و امید دارم که انشالله الله مهربان امیدم نمی خدای پروردگار یگان بنده شن امید کدگی نیسته خداوند کریم یک وقت مشکلات دامه زنم زیر میشیم رنگ معجزه بودی اگه جای توریش میکنه که در خمون درک نمیابیم خمون اجداد نداره معجزه میشه پروردگار به حق قدرت بسیار برای همون شک ندارم با بزرگی الله انشاءالله با امر الله کارو ما بود میشه وقت خرجام هم میتون منم پیشی و چم اما چیزی که بود در پیشتره با چی نامعقولی که چی گیرخری که این گفتی گپو همه بنده خطا کوره نه که بنده که میفهمه خطا چه برگردن میگیره من فکر میکنم که دیگه شاید نیست او را تناسل کنیم خب خطاگی ما نفهمیدیم الحمدلله همون ویدیویی که در اینستاگرام هست تخورات اینجا بسیارش همون آدمای فرزار اون از تخورات کردن جواب تخورات کردن همون ویدیو را التماس مدلت کنین ایس بعدش انشالله با هم دیالو اطلاعات ما یگان کسیک یگان مینوس نمیشه ما بعدن اکوی که مثال بچهای کوچن ما خواهیشون صحبت کنیم همشون خواهد دست دادیم برادری میکنیم اکگی و دوداری میکنیم انشالله با هم دیالو باور که برداره من یه روزایی را پس شهر کرده اجداد نداشتم من در دوبای یگان بار خیلی بعد نشدم الحمدلله شکر با همش یه 2 ماه شود 3 ماه شد که پیاده‌ام 2 ماه شد پیاده‌ام 14 کیلومتر میرم شارجه 14 کیلومتر میام پیاده روزش میشه که مثلا اینجا دارم باردارو تنفیش گنده خیمت هست یکی الله شکرانه میکنیم الله روزی باشه اما اکایی که صاحب کار هستن یاد اکو وعده کردن که انشالله با هم یالا با خلوی دستگیرید میکنیم با همین رمضان انشالله دستگیرید میکنیم انسان پیشکی الله مهربان در مال و جانتون برکت میکنه خداوند کریم شما را هم دلتون شاد کنه برکتتون میکنه پیشکی سنت و رمضان انشالله دستگیری میکنیم بعد برادرها که من شما فرزان یه بار دیگه شما احترام نه خلوش میکنیم که
من تلفن گریونه حرکت دارم این طرف اون طرف کی همین مشکلی ببرم التماس برادرای من با صبر باشه با دعا باشه فقط یعنی برادرای هر چی زده آدمیزاد تا در پستی بزنه همه آدم باید یک بار مثلا پستی رو ببینه در همین مسئله بیزنس لوبای آدم شکست میخوره لوبای آدم شکست میخوره یک گله مثال کنم خیلی دیزاین کردگم پرابلم از دیگه اگر من خط بگم برادر عزیزی من در نظر یک کیلو دام بدون که متواجدن ما بعد میتونیم در بعد میتونیم الله شده با اون اندازه ما را بعد کردن ما با اون اندازه بعد نیستیم با هر شرطه خودیم ای برادری خودیم ای باوری خودیم از برای الله بخشیدمش میگو که از برای الله باور میکنی تو از برای الله فریب میکنم و بعد در پیش همین آدما بدنام میشه دروغگو میشه نکی یک گپای برادرای ما میگم مرد باید زی بد نیک زی هم بشناسد ورنه در چرخ فلک نوکس کس بسیار یک خیلی آدمایی هستن که ذاتشون خوب نیست یک خیلی آدمایی هستن که خیلی بد دارن زندگی همین الله نکشد یک روزایی را میبینی یک روزایی را میبینی یک گله برادر هیچ یک همین در وقتی مشکلی میزنی میمونه برادرای اصلی میمونه شمارشون کم میشه اصلیش میمونه نگه اما اصلی ها هم اگر بیشو پیشون برای که بیشو اگه زنشون بزنی اما اصلی هاش هم میگه دوای برد من زندگی دارم من کار دارم باید هیچ خفه نشه هیچ زندگی او کار داره بار داره هیچ چی هم نیست در این مسئله برادری هیچ وقت زیگ نشین اکای دیلشاد فیضلو اکو ای اکر هم میشناسین یک غزل خوندگی اگر گوش کردگی باشین میگه ای چرخی فلک چرخی ته دلگیرم کرد ناامید زیلت امید تقدیرم کرد گفتم که زی دامنت بگیرم چند بار ای طاله سیاه و گیله گیرم کرد میگه چکری میگه آفیس نمیدونم بخشی نو همین غزل بیشو غزل زور ایده الله مهربان ما را ببخشه و الله مهربان ما را همین روی صراط مستقیم بیره نبروره خداوند کریم ما را ناامید نکنه از همه چیزی دیگه برادران ناامیدی است و خدا قسم ассалому алайкум бародарои азиз субҳи ҳамагитон ба хайру шодӣ ина дар Макка қариб ондод шудесай хуб бародарои азиз оиди ҳами хайр кардан дар ҳами Макка бисёр менависонем як қуръон хайр кунем як тасбеҳ хайр кунем як ҷойнамоз хайр кунем як мақсад фалон чи хайр кунем гуфта менависонем ман дед ман бовар кунен вақт надорам барои тақсимот кардани ин чизо вале нархоша иншааллоҳ ҳамаша видео мекунам дар шумо нишон метем ки як қуръон чанд сум меиста як ҷойнамоз чанд сум меиста ва як гӯем ки пачка хурмо чанд сум меиста ҳамаша ман видео мекунам дар каналам мемонам шитоби шумо бинен ман бовар ки чандин таъмин нафарое ки хайру эҳсоно каресиянд дидестам видеоҳошона нархошона фаҳмидам гӯшон ҷумид ман бародарои азиз ягон каса на ба иззати навсиш мерасам на раҳи бизнесша гирифтаниам фақат як гап мегӯм аллоҳро фаромӯш накунед шумо дар замини ҳарам қарор доред хеле нархҳои беинсофонаи бад намонен дар ҳамон коробкаи хирмотону дар ҳамун ҷойнамозтону ва дар ҳамун китоби қуръонтон ин бахилӣ нест ман бахилӣ надорам ман набарот мехоҳам ки шумо ҳамроҳи ман фарду рӯзи қиёмат дар назди аллоҳ вақте ки рост меистем ҷавобу савол дода тонем дар замини ҳарам қарор дорем не ки я нархҳо мондем китоби қуръону ҷойнамозу пачки хурмотона ки ба он нархи шумо мондагӣ 10 та китоби қуръон мехаред
گفتی و گپا با او پچکه خرما را نقش شما موندگی 4 پچکه خرما میشه. من آزی تماشابینای عزیز انشاءالله پگان همین روز الکی بامداد شد، همین روز کوشش میکنم همه مگزینای همین مکه را قریب میگردم. باز یک بازار کلان ککیه نام دارم. ام بازار ککیه میرم، نرخ جای نماز چند سوم میسته و آبتابش چند سوم میسته، نرخ قرآن چند سوم در مگزینا میسته و در آبتابش چند سوم میسته و نرخ یک коробка خرما در بازار چند سوم میسته و در مگزینا چند سوم میسته. نوار میکنم شما در نشان میتیم شتابی بینین و اصوش وابسته داره از همه آدمایی که خیر میکنن. من برادرای عزیز من نمیکنم این کارو را. همون چند تا ویدیوی خیریوی که من کردگیم همون آدمای پول روی کردگی خچو نمیدونن یا الله خچ میدونه که من اوجا یگان سم پول کار نمیکردم. با یک گپ دیگه میگم کدام در روی انصاف کار میکنین این گپای من شما در داخل نداره. کدام سوست برداشت نمیکنه حرام خریده من این گپام در شما داخل نداره. من نام یگان تا نگرفتم ولی من سحر میرم نرخو را نشان میتم پوسکای مردم خودش گوه که کدامید حرام خرینو کدامید حلال خور کدامید ای اسلام استفاده بردستین و کدامید به خاطر الله کار کردین. اینا مردم انشاءالله بهامت مردم خودش ناماتونه در اپیسانی ویدیوها می نویسه. با آدمایی که ویدیو همین استوریای من میگیرن در کانالای خودتون میمونن التماس به صورت نونین در روی ویدیوهای من صورت یگام آدم نمونین، صورت یگام بلاگره که همین کارهای خیر در مشغوله نمونین، به صورتهای هوایاک مونین ویدیوهای من. برای که من میدونم رفیق روزها بسیار کوتاه شده است، کارهامون باشه بسیار دو پرو تکاتب زندگی ما را امکان نمیتیه که از حال و احوال یکدیگر پرسان شویم. منم به مثل تی رفیق کارم ایموی سرم زیاد های ولی من میدونم تیرم به مثل من وقتی که از کار میبروی و قدم زنان طرف خونت میرای یادی دوره های جوانی ده میافتی، یادی دوره های کودکی ده میافتی. ترم به مثل من میخواهی یک جا شیشتگی و یک جا در سر یک دسترخوان آچگی شکرابی آچگی خوریم. آه روزها گذشت رفت یاد میکنم. هرگاه رسول اکرم صلی الله علیه و سلام از مدینه با مکه را سپور میشید حالی در مکه نرسیده اوجه یادی مدینه را میکرد. یکی بهترین شهر ایده یکی مردمش دستای نه برای ترقی شدن ترقی یافتن دین مبارک اسلام خدمت کردگیان. مردم انصاری بهترین مردم ای همین لحاظ شهرش هم بهترین شهر ای. خش به حال کسی که در اینجا قدم میگذاره و قدم میزنه. نه ما یگان حالت وعده دادگیمون بوفا نمونده. دینا یا سوال دادم در ستوریز گفتم هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلام ای دنیا میگذره مادرمون عایشه رضی الله عنها چند ساله بود و یکم شده انمی برادر جواب داد در کامنتاری پست ای نامش همه روز رفتیم یک قرآن یک جای نماز خیر جوریه کردیم الله با درگاهش قبول گردونه. یک خیلت نویسین 67 ساله بود 78 ساله بود یه دست سوادتون نشکریه اقلا زگوگلید که نمیفهمین ای هوا نویسین آخی. آفتاب بیروز ای خانه مو برومد. یک شعر زیبایی که میگه ای آن که فکری گور نمودی برای ما، ای آن که فکری گور نمودی برای ما مدت است فاتحه خویش خوانده ایم. اشکال مرگ ما فقرات برگور نیست، تنها به جرم بیکفنی زنده مانده ایم.